наврӯз ҷашни муборак ва фархунда است ки дар таърихи фарҳанги миллати тоҷик нақши устувор ва ба ғоят барҷаста дорад. ин иди зебои баҳорро сокинони сарфарози ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо урфу одатҳои неки наврӯзӣ ва фарҳангу тамаддуни хоси ин минтақаи кишвар ва омодагиҳои ҳаматарафа пешвоз гирифтанд. аз рӯи ривояти мӯйсафедони ҷамоати деҳоти водхуди ноҳияи Ванҷ, халқи шарафманди тоҷик аз қадим соҳиби таърихи пурғановат ва фарҳанги поку беолоиш буд. он пеш аз ҳама дар ташаккули фарҳанги мардумони ҳавзаи Наврӯз нақши муҳим ва басо барҷаста дорад. ин аст ки бошандагони ноҳияи Ванҷ наврӯзи муборакқадамро бо як дилгармӣ ва шавқи беандоза истиқбол намуда, тамоми суннатҳои ин ҷашни мардумиро дар варзишгоҳи марказӣ пешниҳоди аҳли нишаст намуданд. اینک به سرزمین بهشتاسای تاجیکستان عزیزم نوروز خجسته پای قدمهای خود را گذاشته ایستاده است. باعث فرحمندی و سرفرازی ملت تاجیک است که نوروز عیدی صفر ملی بوده، از عمق دلها در تاریخ گذشته تا به امروز نگاه داشته شده است و باید ابراز نظر نمود که توسط تشبس‌های پیوسته و اقدام بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نوروز ما جهانی گشت. نوروز این مژده حیات نو است. نوروز آغاز کشت کار است. نوروز آغاز حیات نو است. از این رو امروز تاجیکستان عزیزم از دیگر وقتها دیده گلفشانتر و زیباتر گردیده است. از فرصتی برایم به دست آمده نوروز اجدادی را، نوروزی که از قرنها در دل ملت تاجیک جای گرفت و در طول تاریخ از بین بردن نشد، تبریک و شاد باش میگویم. در روز نوروزی به ملت سرفرازم بردباری ها، کامیابی ها و تمام دستاوردهای بی‌نظیر را تمنا دارم. نوروز خود یک تمدن است، یک آفرینش تمدنی نو است. از این رو همچون فردی تاجیک میخواستم که در این روزها آن زیبایی که نوروز می آرد، آن زیبایی که بهار می آرد، آن زیبایی که دیار بیشستای من دارد و زیباتر و زیباتر گشته است، سهمی به اندازه گذارم. яке аз фазилатҳои неки наврӯзи бошандагони ноҳияи Ванҷ ин ҳисоби сол таърихи хонаи қадимаи Ванҷӣ мебошад. аз рӯи ривояти калонсолони деҳа наврӯзро дар ин минтақаи мамлакат бо ҳаракати офтоб ҳисоб мекунанд ва расиши нури офтоб дар дохили хона давоми сол якбор давр мезанад ки он рӯзро мардум иди наврӯз мегӯянд. маскунони ноҳияи Ванҷ аз ин рӯз саркарда ба сафедкунии хонаву дар, баровардани анҷоми хона, тарошидани сару шустани либос, рӯбучини атроф ва ба аёдати ҳамсояҳо мераванд ки шарти асосӣ ва маҳаки наврӯз همین می باشد. نوروز شد و لاله خوشبنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. نوروز از قدیم الایام برای ملت تاجیک از عنعنه‌های قدیمه همچون عید جشن گرفته می شود و در این جشن مردم دیهات، قشلاق، شهر، ولایت تمام عنعنه‌های ملی را زنده می گردانند. هفت سین، هفت شین راه در سر دسترخوان خود بیاویزند و با شعرهای نوروزی این را جشن میگیرند. مردم ناحیه ونج هم امروز هم جشن نوروزی که جشن بین المللی شده است جشن گرفته ایستاده است. در این جشن تمام جوانان، پیرورنا، موسفیدان همه با عنعنه‌های ملی در نوروزگاه جمع آمدند. برای همین هم جشن گرفتن نوروز در تمام سنت‌های ملی قید گرفته شده، عید بین الملل اعلان کرده شد. در روز برگزاری چوربینی ورزشگاه مرکزی قبای ادامه داشته، در این مکان 14 نوروزگاه آراسته شده، تمام عنعنه‌های ملی و سنت‌های اجدادی منظور تماشابینان گردانده شد. بانوان جماعت‌های دهاتی ناحیه ونج با روحیه بلند و افتخاری بی‌اندازه در جشنگاه جمع آمده برای بجا آوردن سنت‌های نیک نوروزی، به نمایش گذاشتن رسم و آیین‌های نیک این عید اجدادی، هنرهای مردمی و طعم‌های ملی را به نمایش گذاشتند. در ورزشگاه مرکزی بهترین کلچقند و محصولات
نانی، سبزوات و میوه‌جات، هنرهای دستی و محصولات از موینه چاروا تیار شده به نمایش گذاشته شد. باید گفت که ایو شدن هنرهای مردمی و طعم‌های خاص نوروزی از جهانی شدن این عید زیبای بهار درک داده، ایجاد و طرح بنیاد نوی زندگی و تشبث و اقدام‌های تازه حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست سازنده و تشبثکارانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان راهنمون می‌سازند. سبزه گندم سمنک، شادی مردم سمنک، رضای مردم سمنک، سمنک بی بهار ای سمنک ری بهار است، سمنک حسن دل جای بهار است. عیدتان مبارک. امروز ها که ما در عرفه جشن نوروز عالم افروز قرار داریم که با تشبث و دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای محبوب معظم ملت پرزیدنت مملکت امامعلی رحمانوف نوروز جهانی گشت. ما امروز تمام جهانیان را به این روز تبریک می نماییم. من امروز از نام ساحه تندرستی و بیمارخانه مرکزی که در قطار همه مردم شهروند تاجیکستان عزیز عید با شکوه، عید نوروز عالم افروز را با شکوه و شهامت با اعتماد جشن گرفته ایستاده ایم. ما در برابر این کسب پر افتخار و پرمقصدی که در گوش داریم، هنری کدبانو، پخت و پز و دیگر چیزها را امروز در روی دسترخوان نوروزی همه آوردیم. از آن جمله آش بریده که یکی از خوراک‌های پیشی با بایان ما به ما میراث مانده است. این بسیار خوراکی کم صرف، کم مصرف، با قوت و به بسیار بیماری‌ها اهمیت کلان دارد. به بیماری دیابتی، قند، گرده، زکام. کدبانوی تاجیک پر از هنر است. امروز در روز این عرفه جشن نوروزی از سبزوات‌های شفابخش آنها خروش‌های هر خیله تیار کردند. یکی از خروش امروزی که خروش بهاری نام دارد، این از لبلبو که برای بیماری کمخونی، سبزی برای از ویتامین A است، کارتوش که از کرخمل سفیدی و بسیار دیگر چیزها را تیار کردیم که یکی امروز ما از هفشین که رمزی اساسی نوروز است پیشکش شما می‌نماییم. هر یک نوروزگاه با اصول ملی و سنت‌های اجدادی و دسترخوان هفسین و هفشین، نان‌های ملی و انواع گوناگون شیرینی، اینچنین طعم‌های ملی و سمنک دقت جلب کننده بوده. نمایش ملکه نوروزی علی مادر، شاه و عروس، دایره بزم و فلک کوهستانی و سرتراشان در هر یک نوروزگاه با اصول خاص نمایش داده شد. نوروز در آنجاست که یاران همه جمعند، گلها همه جمعند و هزاران همه جمعند. نوروز در آن جاست که از کینه اثر نیست، مردم به سر خوان فراوان همه جمعند. نوروز یکی از سنت و عنعنه‌های قدیمه و پسندیده تاجیکان است که با تاریخ، پیدایش و مقام و منزلتش در فرهنگ نیاگان تاریخ 6000 ساله دارد. بسیار هم باعث خرسندی و خوشبختی ماست که با تلاش و دستگیری های جناب عالی محترم امامعلی رحمان سال 2010 در نشست 64 سازمان ملل متحد جشن نوروز همچون عید بین المللی شناخته گردید و این زمان هر یک تاجیک و تاجیکستانی این جشن را با شکوه و شهامت بسیار بلند جشن میگیرند. اجدادان صاحب فرهنگ ما در تاریخ نوروز را همچون سنت مقدس و تاریخی ارزیابی نموده، آن رسم و آیین‌های نیک نوروزی را از نسل به نسل همچون میراث فرهنگ مردمان حوزه نوروز به یادگار گذاشتند. این است که در این روز بازی‌های نوروزی از قبیل خروس جنگ، کوک جنگ، تخم جنگ، سنگک بازی و ارغمچین کشی، دستخوابانی و چلیک ملیک، گوشتینگیری و الاوپرک با تمام اصول‌های به خود خاص در این بزمگاه نمایش داده شد. بزم این محصولات دستی هنرمندان ناحیه به مانند کندکاری و آهنگری و طبق تراشی نیز همچون هنرهای قدیمه مردم ونج پیشنهاد تماشابینان گردانده شد. بحر عالم صلح در کار است، صلح نسل آدم را نگهدار است، صلح چون شفای جان بیمار است، صلح مادران را وقتی بیدار است، صلح می سرایم صلح را در سازی صلح تا شود دنیا پر از آوازی صلح. نوروز است و عالم سبززار، زنگی دل را می برد به ای بهار. ای پدر برخیز نوروزی بده، تا تو را رحمت کنم پروردگار.
رئیس ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان مرززاده عادینشاه، معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ایمت شاهزاده انور و رئیس کمیته سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جورزاده تاج‌الدین از نوروزگاه دیدن نموده از آمادگی‌ها به این جشن فراختر از مرزها عرض سپاس بیان نمودند. قید گردید که قدوم نوروز امسال نیک بوده، هر یکی ما باید از این لحظه‌های فرابخش ثمرناک استفاده نماییم. رئیس ناحیه ابراز نمود که با وجود همه دستاوردها در تمام سمت‌ها ما را لازم است که از هر وقت دیده بیشتر زحمت کشیم و در پیشرفت وطن عزیزمون تاجیکستان صاحب استقلال سهمگذار باشیم. معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ایمت شاهزاده انور نیز دستاوردهای به دست آورده سال از نوروز تا نوروز سخن نموده همگان را به کارهای سازندگی و بنیادکاری دعوت نمود. رئیس کمیته سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیام تبریکاتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به ساکنان زحمت‌قرین ناحیه بیان داشته دستاوردهای ناحیه را دوام سال مهم بهره رشد جامعه ارزیابی نمود. سپس برنامه تئاتر کنانیده شده اهل فرهنگ ناحیه ونج که فراگیر ترانه‌های وصف بهار نوروز مبارک قدم بود پیشکش همگان گردانده شد. نیمه دوم روز در ورزشگاه مرکزی ناحیه مسابقه ورزشی گشتینی ملی برگزار گردید که در این سبقت بهترین پهلوانان ناحیه ونج شرکت ورزیده چون عنعنه نیک نوروزی برای به دست آوردن جام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان بین هم قوه آزمایی نمودند. باید گفت که از دوران پیش ناحیه ونج با پهلوانان نامی خود در مملکت و بیرون از جهان شهرت یاب بوده تا به امروز نیز اهل زحمت این ناحیه بلندکو در پرورش بهترین پهلوانان نامی نقش کلیدی دارد. این است که تنتنه نوروزی در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان با انجام یافتن مسابقه ورزشی گشتینی ملی تا شامگاهان ادامه یافت.